اخبار تاجیکستان و جهان از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما می شود. عبدالله اشرف هستم. در خدمتتان سلام. در برنامه امروز جمعه 17 اپریل این موضوع ها را داریم. نماز و افطار در خانه سر از 18 اپریل در این مسجدهای تاجیکستان به خاطر پیشگیری از گسترش کرونا ویروس بسته می شوند. لیمیت نیست اما برق هم نیست. برق تاجیک میگوید در انتقال برق محدودیت جاری نکرده است، اما ساکنان از بی‌برقی میگویند. همین ما موردگی دیگه بی‌سیبت هم بودی در معرکه خسندی با این معرکه نباشه برای خورد خروف میوی سرفانتن یا پول چوی کانش پرابلم نیست. روسیه مهاجران را از پرداخت پولی پتنت آزاد نکرد. آنها بیکارند اما نمیتوانند به تاجیکستان بازگردند. ما حاضر همه محکم هستیم، نمیتوانیم که مثال تاجیکستان بریم برای که گرانیسا محکم ریس هم محکم هست. امروز در شهر دوشنبه انتخابات رئیس مجلس ملی پلات بالایی پارلمان که از روی مقام شخص دوم در جمهوری به حساب می رود صورت می گیرد. عین زمان در پایتخت تاجیکستان اجلاس نخستین اعضای مجلس ملی جریان دارد و در صورت انتخاب شدن رئیس تا آخر برنامه شما را آگاه می سازیم. در غیر صورت در گزارش های علاهیده در سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org و یا در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب در این باره برایتان گزارش خواهیم داد. شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان برگزاری نمازهای دستجمعی و تراویح را از روز 18 اپریل امسال منع کرد. مقامات مشورت می‌دهند که ساکنان عبادت‌هایشان را تنها در خانه گذارند. همکارانم امرالدین عالیموف و مولا رجب یوسفی امروز در نماز جمعه آخرین نماز دستجمعی ساکنان قبل از جاری شدن محدودیت شرکت داشتند و این گزارش را تهیه کردند که حالا آن را با هم می‌بینیم. این شاید آخرین نماز جمعه است که در هفته‌های نزدیک در مسجدهای تاجیکستان خوانده می شود. شورای علمای تاجیکستان اعلام کرد که از فردا 18 اپریل گذراندن نمازهای جمعه 5 وقته و نماز تراویح در مسجدهای تاجیکستان موقتا منع کرده می شود. فعلا معلوم نیست که این تصمیم تا کی ادامه می‌کند، چون شورای علما گفته است تا به اعتدال آمدن وضعیت در این مسجدهای تاجیکستان بسته خواهند بود. شورای علما همچنین در اطلاعیه خود گفته است بجز از منع نماز در مسجدها در ماه رمضان از برگزار نمودن همه گونه جمع آمد از جمله تراویح، افطار، عیدگردک و دیگر معرکه ها منع کرده شود. آغاز ماه رمضان فعلا معلوم نشده است، ولی شورای علما گفته است وابسته به روزه‌داری توصیه‌های خود را قبل از آغاز رمضان پخش می‌کند. در 2 ماه اخیر این بار دوم است که مسجدهای تاجیکستان بسته می‌شوند و سپس گشوده می‌شوند. پیش از این روز 5 مارس مسجدهای تاجیکستان موقتا بسته شدند و در آنها بجز از نماز جنازه برگزاری دیگر نمازها اجازه داده نمیشد، ولی روز 19 مارس مقامات دوباره در این مسجدها را باز کردند. شورای علما گفته است تصمیم قطع نماز در مسجدها از روی تجربه کشورهای دیگر اسلامی از جمله عربستان، ترکیه، ایران و پاکستان گرفته شده است. حتی حرم بسته شده است. حرم خانه خدا به خاطر چی؟ به خاطر امن و امنیت ملت و وطن و جهان. و همون خاطر یگان مشکلی نداره. انشالله که هر کی نمازخانه خانه خودش نمیگذاره میگیره، مثلا که و با کسل که برطرف شد میشه که انشالله با درهای مسجد باز شود و با خوانده شود انشالله. پیشگیری کرونا ویروس چیزی که قانون میگه ما باید ریزاییم، ما چی دیگه طلب نداریم جناب. مقابلان این امر باشند به این عقیدند که اگر واقعا خطر کرونا ویروس جای دارد چرا در برابر مسجدها در بازار و مغازه ها نیز بسته نمی شوند. در تاجیکستان به اطلاع وزارت تندرستی تا حال یگان حالت سرایتی با کرونا ویروس به قید گرفته نشده است، هرچند مرگ چند ساکن ولایت سوخت و یک ساکن ولایت ختلان در روزهای اخیر بحث های را در این زمینه به میان آورده است. بینندگان عزیز، تفسیرات بیشتر درباره بسته شدن در این مسجدها در سامانه آزادی www.azadi.org قابل دریافت است.
ساکنان از نواحی تاجیکستان یک هفته این جانب از خاموش شدن برق و محدودیت در انتقال آن شکایت دارند. میگویند برق با محدودیت به خانه‌هایشان انتقال می‌یابد و به یاد بسیاری‌ها موسمی لیمیت را می‌آورد. اما برق تاجیک میگوید هیچ گونه لیمیت جاری نشده است. در حالی که مقامات و ساکنان یکدیگر را رد می‌کنند، همکارانم تهمینه حکیمووا و علیشیر ظریفی به خانه ساکنان دهات رفتند تا ببینند در شرایط نبود برق چی روزگاری دارند. استفاده نداره، خطر نیست، یکم جوی چشم نیست. حوزی او اوقات گاز رفته است، گاز دا میکنیم. در محله فیضبخش شهری ترسونزاده نزدیک 10 روز است که برق را قطع میکنند. ساکنان محله میگویند در یک شبانه روز تقریبا 9 ساعت به برق دسترسی دارند. چیزی عادی تماتی که میخری مثال در خلدینگ میمونی سفید میشه و بلشک خلدینگ برای هم قایقی هم چیز تازه بیسته حلالک بخوری وقتی دیگه سفید چی دیگه چیکار میکنیش؟ برق منزلی سبوات حکیمووا را در ساعت‌های گوناگون قطع میکنند. او میگوید زندگیش دشوارتر شده است. این اینجا میمونم میخیل هر روز حالم همیه. اینا خاکستراش نگرفته. دیگه میمونم اینجاش در قربوی را میمونم. بعد علاوه در میتم. اوجاش اوقات مکان میگیریم جوش در آب تورات چای تیار میکنم بعد میخره فرزندم تا سوی چیدن. سبوات تاکی نمود چون برق نیست خانه‌اش نیز سرد است. اوجه د گلاکم وزی نه گریپ شید تاس نکردن اگر نو خفه رفتنی آبی بنیست هر شده. اسکندرشاه سعیدوف هفته روان معرکه خانه‌دارشوی دخترش را برپا کردن است ولی قطع نیروی برق و نبود ذخیره هیزم او را غرق اندیشه نموده است. همین ما مولگی ام دیگه بیسیوی تیم بولی در معرکه خستندی با این معرکه نباشه برای خورد خوراک میوی صرفانتا یا پول چوی که هنوز پرابلم نی. به برقی صاحبان بعضی کارگاه‌ها را نیز به تشویش گذاشته است. برادرمون نیست که ماشین اومدگی هم چختن. خط برق نه تنها در نواحی مرکزی بلکه در دیگر منطقه‌های کشور نیز جاری است. ساکنان با ارسال عکس و ویدیو به رادیوی آزادی از قطع نیروی برق در محله‌های خود شکایت می‌کنند. ولی ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک میگوید لیمیت یا محدودیت برق جاری نشده است. با گفته او قطع نیروی برق و گذراندن کارهای تعمیری در خط‌های بلند شدت برق ربط دارد. در تاجیکستان محدودیت انتقال برق جاری کرده نشده است. در بعضی منطقه‌ها قطع‌شوی برق بر گذراندن کارهای پروفیلاکتیکی در زیرستگاه‌ها و خط‌های بلند شدت و توسط خط‌های احتیاطی انتقال دادن برق وابسته بود. امروز یعنی از 16 اپریل سال 2020 کارهای تعمیری پروفیلاکتیکی در انشاءات اساسی انرژتیکی اساساً انجام یافتند و امکانیت می‌یابد که تامینات برق در تمام جمهوری به قطع‌کنی عملی گردد. سال 2017 مقامات تاجیکستان لیمیت برق را بیکار کردند. بعد به کار در آمدن دو چرخه نیروگاه راغون امید ساکنان به دسترسی به برق بیشتر شد ولی این بهار نگرانی‌های از بی‌برقی صدا دادند. مهاجران مهنتی که در دوره کرانتین در روسیه بیکار و در وضعیت بد قرار گرفتند از مقامات این کشور می‌خواهند آنها را از پرداخت پول پتنت و انداز موقتا آزاد کنند. مبلغ ماهانه پتنت و یا اجازه کار مهاجران در شهر مسکو پایتخت روسیه 5350 روبل است. حاضر تنها در مسکو سر از میانه‌های مرد بیش از 200,000 مهاجر بیکار ماندند. گزارش تلویزیونی نستایش وریمیا را همکارمان امردین اولیموف تقدیم می‌کند. قدرتشاه شیخوف یکی از مهاجران است که در دوره کرانتین از کار و درآمد محروم شد. چند روز پیش مهلت پتنت یا اجازه کاری او تمام شد. برای تمدید کردن این سند او مبلغ ندارد. قدرتشاه پدری دو فرزند است. اویله او فرزندی سوم را انتظار است. او حتی تصور نمی کند که اکنون چی طور روزگار خانواده‌اش را پیش میبرد. ما حاضر چی مبلغی که داشتیم برای مثال پیش بردی روزمان رسخود کردیم ملکه دقیق روز پرودکت کردیم چی کردیم کوارپلاتا با پلیس کوارپلاتا میسپریم به همون خاطر حاضر اون شرایط وزنینده به نهایت وزنینده قرار داریم. ما حاضر همه محکم هستیم نمیتوانیم که مثال تاجیکستان بریم برای که گرانیسو محکم ریس هم محکم هسته. کریمجان یاروف حامی حقوق میگوید مهاجران پیوسته به او در مسئله تأخیر در پرداخت حق پتنت یا اجازه کار مراجعت میکنند.
ҳамаи онҳо ба гуфтаи Ёров то ин вақт бетаъхир барои таҳияи санадҳо маблағ пардохт мекарданд. ممکن چنین تصمیم گرفته شود. اگر کرانتین ادامه یابد من فکر میکنم که باید چنین اقدام بگیرند، ولی تا جای میدانیم حالا بیشتر در فکر شهروندان خود هستند و مهاجران را فراموش کردند. مقامات ازبکستان و تاجیکستان هم برای حل سند مهاجران با حکومت روسیه مراجعت کردند. سفیر تاجیکستان هم با ارسال نامه از مقامات روسیه درخواست کرده است که پرداخت حق پتنت یا اجازه کار برای مهاجران تاجیک به تأخیر اندازد. تا امروز هم حامیان حقوق و نهادهای مختلف با ارسال نامه و راهاندازی معرکه در شبکه‌های اجتماعی از مسئولین بکار کردن پرداخت پول پتنت را در دوره کرانتین خواسته بودند، اما یگان جواب نگرفتند و یگان اقدام هم برای حل این مشکل روی دست گرفتن نشده است. نه تنها به مراجعت ساکنان توسط شبکه‌های اجتماعی واکنشی ندادند، بلکه به مراجعت نماینده‌های دیپلماتی هم که باید در مدت 48 ساعت پاسخ داده شود تا حال چیز جواب ندادند. ظاهرا حکومت روسیه برای به دوش گرفتن این مسئولیت آماده نیست. با این همه حامیان حقوق امید دارند در نهایت منصبداران روس برای کمک به مهاجران مهنتی اقدام خواهند کرد و به سرنوشت آنها در چنین وضعیت به توجه نخواهند ماند. در پسمنظر کمک‌های مالی سازمان‌های بین‌المللی به تاجیکستان، اتحاد اروپا نیز اعلان کرد که برای پیشگیری از پیامدهای بد بیماری کووید 19 و کاهش پیامدهای کرونا ویروس 48 میلیون یورو کمک می‌کند. این مبلغ‌ها به کجا صرف خواهند شد؟ شهلا عبداللهیوا گزارش می‌دهد. اتحاد اروپا برای پیشگیری و کاهش پیامدهای کرونا ویروس در تاجیکستان 48 میلیون یورو کمک خواهد کرد. در این باره میرلین یوزفسون، رهبر نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان، ضمن یک نشست در شهر دوشنبه خبر داد. همچون نماینده اتحاد اروپا میخوام قید کنم که با ویروس کووید 19 نه تنها با مبلغ‌های کلان بلکه با راه‌اندازی اقدام‌های مشخص باید مبارزه برد. مثلا چاره‌بینی‌هایی که توانند از پهنشوی این بیماری پیشگیری نمایند. طبعا شما میدونید فعلا تمام مرزها بستند و طبیعی است که از این ساکنان زیاد زیان می‌بینند، زیرا کمبود خوراکواری پیش می‌آید. و از این خاطر می‌خواهیم بار دیگر تاکید کنیم که این کمک ما برای پیشگیری از عاقبت‌های منفی ویروس است. از مبلغ 48 میلیون یورو که از جانب اتحاد اروپا جدا کرده شده است، یک قسمت برای خریداری 64 تن محلول‌های دزینفکسیونی و لباس و لوازمات ضروری برای طبیبان پیش بینی شده است. مسئولین میگویند تطبیق کمک‌های بشردوستانه اتحاد اروپا تحت نظارت به واسطه نمایندگان بنیادی کودکانه سازمان ملل متحد یا یونیسف صورت میگیرد. ما در همکاری با وزارت تندرستی فعالیت میبریم. کار ما با پیشنهاد کمک تمام نمی شود، بلکه روند تقسیمات و استفاده آن را هم نظارت میکنیم. ما با وزارت تندرستی 25 سال باز همکاری داریم و امید داریم این همکاری ها ادامه خواهد یافت. مقامات تاجیکستان با اینکه میگویند در کشور سرایت کرونا ویروس به قید گرفتن نشده است، برای رفع خطرهای پاندمی از چند سازمان‌های مالی جهانی درخواست کمک کردند. تا به حال برای مبارزه با کرونا ویروس به تاجیکستان چندین سازمان و کشورها از جمله آلمان 1 میلیون یورو و بانک جهانی 11.3 میلیون دلار و آمریکا 866 هزار دلار کمک کردند. مقامات در تاجیکستان میگویند در کشور یگان حالت گرفتاری به کووید 19 ثبت نشده است، اما آنها رد نمی کنند که بحران کرونا ویروس به اقتصاد تأثیری بد میگذارد. بانک ملی تاجیکستان در یک گزارش اخیر خود گفت پهنشوی کرونا ویروس در منطقه می تواند بالاروی نرخ مال و محصولات وارداتی، کاهش حجم سرمایه‌گذاری و پایین رفتن قرب پول ملی را در پی داشته باشد. بیننده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید مطالعه کنید و در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. روزهای استراحت خوب داشته باشید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهداری هر یکی از شما عزیزان باشد.